به نام خدا. سلام دوستان عزیزم. صدای پادکست سکوت امروز رو با کتاب اعتماد به نفس سریع، قدرت انجام هر کاری که میخواهید شروع میکنیم. این کتاب به همراه CD هستش، CD برنامه ریزی ذهن هستش. نویسندش پل مک‌کنا هستش و ترجمه کیوان سپانلو و لادن گنجی هستش. چاپ 11 این کتاب در سال 1395 انجام شده. اولین جمله‌ای که در سربرگ این کتاب نوشته شده شعری از سهراب سپهری عزیز هستش که میگه بر خود خیمه زنیم، سایبان آرامش ما ماییم. این کتاب شامل چندین بخش هستش و میریم که مقدمه کوچکی رو من براتون از این کتاب بخونم. برای موفقیت آماده شوید. آیا شما از پتانسیل واقعیتان در زندگی استفاده می کنید؟ هیچ کدام از صدها هزار مردمی که من در طی سالها با آنها کار کردم اعتقادی به چنین امری نداشتند و درست هم فکر کردند. حتی کسانی که نخبه های تجارت هستند، ستارگان هالیوود و قهرمانان المپیک که در بالاترین سطح حرفه‌ای بازی می‌کنند، تنها بخشی از پتانسیل واقعی خود را نمایش می‌دهند، در حالی که می‌توانند خیلی بهتر از اینها باشند. مطالعات نشان می‌دهد که تنها یک اختلاف بین کسانی که در مسابقات جهانی قهرمان می‌شوند و کسانی که فقط تمرینات را انجام می‌دهند وجود دارد و آن داشتن اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس فوری تنها یک کتاب نیست، بلکه سیستمی است که بر این اساس طراحی شده تا شما را به لبه‌های پرتگاه در هر جنبه‌ای از زندگیتان ببرد و سپس شما را وادار به پرواز کند. شما در طی مطالعه این کتاب با انجام تمرینات و دستورالعمل‌های من بهتر از قبل خواهید شد. از زندگی لذت بیشتری میبرید و چالش‌هایی که زمانی برطرف نشدنی به نظر می‌رسیدند اکنون با اعتماد به نفسی که به دست آورده‌اید جلوه مهم بودن خود را از دست می‌دهد. با هم می‌رویم تا ذهن شما را برای موفقیت و دستیابی به موقعیتی که همیشه می‌خواستید آماده سازیم. چیزی که من یقیناً می‌توانم بگویم این است: مهم نیست اکنون چه چیزی در زندگی وجود دارد، چه مدت در مسیری که اکنون هستید به سر برده‌اید، یا حتی اگر شک دارید که چقدر این کار برای شما مفید است، همه اینها تنها در یک روز تغییر می‌کند و آن روز امروز است. این کتاب هر کاری انجام می‌دهد. استفاده از روش‌های ارائه شده در این کتاب درست مثل این است که جلسات خصوصی با من داشتید. هرچه که شما برای موفقیت نیاز دارید در لابلای مطالب این کتاب وجود دارد. شما خیلی زود به پتانسیل واقعیتان دست پیدا خواهید کرد و با استفاده از اعتماد به نفس طبیعی خود زندگی را که واقعاً خواهان آن هستید ایجاد خواهید کرد. هر 4 فصل اصلی این کتاب قدم به قدم شما را از جایی که هستید به جایی که واقعاً می‌خواهید باشید خواهد برد. فصل اول ایجاد اعتماد به نفس داشتن است و درست مثل این است که در کنار من در دفتر کارم نشسته اید. با همدیگر از فصولی عبور خواهیم کرد که بر اساس اعتماد به نفس شما تا جایی که احساس راحتی کنید پایه‌ریزی شده است. زمانی که فصل اول را تمام کردید احساس می کنید که زندگی شما متفاوت‌تر از گذشته شده است. امکانات جدید را خواهید دید در حالی که قبلا فقط موانع وجود داشتند. شما یاد خواهید گرفت که چگونه از ذهن خارق‌العاده خود برای خلق اعتماد به نفس و انگیزه قوی درست مثل روشن کردن یک کلید روانشناختی استفاده کنید. در این حالت بیشتر از گذشته احساس راحتی خواهید کرد. در فصل دوم تحت عنوان برای رسیدن به موفقیت به خود انگیزه بدهید، رموز انسان‌های با انگیزه بالا را شرح خواهم داد، به طوری که قبل از اتمام این فصل اشتیاق زیادی برای انجام کارهایی خواهید داشت که رویاهایتان به واقعیت بپیوندد. بیشتر از گذشته احساس آرامش می‌کنید و انرژی زیادی برای انجام کارهایتان خواهید داشت.
با علم به این که شما به بهترین نحو آماده شده اید و در عرصه زندگیتان این آمادگی را نشان خواهید داد. فصل سوم، اعتماد به نفس در جهان واقعی درست مثل آن است که شما در یکی از سمینارهای موفقیت من نشسته اید. از زمانی که برای خواندن فصل سوم به شما خوش آمد گفته می شود تا انتها متوجه خواهید شد که من این فصل را چنان طراحی کردم که به صورت یک کتابچه راهنما و کاربردی برای موفقیت در دنیای واقعیتان باشد. شما در این فصل متول خواهید شد و بخش‌هایی از زندگیتان را آغاز خواهید کرد که همیشه می‌خواستید در آن تغییری ایجاد کنید. حال این تغییرات می‌خواهد در کارتان باشد یا موقعیت اجتماعی شما، یا صحبت در میان جمع، یا حتی روابط شخصیتان باشد. نهایتاً در فصل چهارم کلینیک اعتماد به نفس جواب سوالاتی را خواهم داد که اغلب برای کسانی به وجود می‌آید که آموخته‌اند دنیای درون خود را هدایت کرده اعتماد به نفس واقعی خود را بشناسند. قبل از شروع نیاز دارید چه چیز را بدانید؟ فرض کنید شما من را استخدام کردید تا برای به دست آوردن اعتماد به نفس بیشتر و انگیزه لازم برای دستیابی به هر چیزی که در زندگیتان لازم است به شما کمک کنم. بیشترین چیزی که می‌خواهید تغییر کند چه چیزی است؟ شما از من انتظار دارید چه کاری انجام بدهم؟ شما با خرید این کتاب عملاً مرا به عنوان مربی خود برای دستیابی به موفقیت استخدام کرده اید. قبل از شروع باید این مطالب را بدانید. 1. من یک کارمند فوق‌العاده سخت‌کوش هستم. وقتی من با مراجعین کلینیکم کار می‌کنم، مرتباً به آنها اطمینان خاطر می‌دهم که آنها هر چیزی که بخواهند بیشتر از زمانی که با هم سپری کرده ایم به دست خواهند آورد. من نه تنها به شما کمک می‌کنم که به پتانسیل واقعی خود و رضایت از خود دست یابید، بلکه با ضمیر ناخودآگاهتان هم صحبت می‌کنم که نهایتاً هر جنبه‌ای از رفتارتان را کنترل خواهید کرد تا جایی که بر تپش قلب، افکار شما و نشاط بخشیدن به بدنتان نیز کنترل خواهد داشت. در این کتاب من با فرستادن دستورالعمل‌هایی به ذهن ناخودآگاه شما را وادار می‌کنم که به بیرون از خانه بروید و کارهای جدیدی انجام دهید. اگر این موضوع در ابتدا کمی ترسناک به نظر می‌رسد، به این دلیل است که اکنون شما واقف به این موضوع هستید که زمان انجام دادن کاری متفاوت برای تغییر کردن فرا رسیده است. انیشتین میگوید تعریف حماقت آن است که شما مرتباً یک کار را تکرار کنید و انتظار نتیجه متفاوتی را داشته باشید. گاهی بعضی از موضوعات مطرح شده از طرف من باعث احساس ناراحتی در شما می شود و طریقه همیشگی فکر کردن شما را به چالش می کشد. اگر چنین اتفاقی افتاد، علامت بسیار خوبی برای شماست. این حالت نشان دهنده این است که راهکارهای قدیمی فکر کردن شما باعث شده که در بسیاری از جنبه‌های زندگیتان رشد نکنید. لذا اگر چنین در دیدگاه احساسی شما نسبت به جهان بیرون تهدید شد، به خاطر شروع فرایند تغییر ذهن ناخودآگاه شماست. 2. این کتاب متفاوتی است. هر فصلی از این کتاب عصاره‌ای از مطالبی است که آموخته‌ام و به طور عملی در طی هزاران ساعت کار با انسان‌های همانند شما پیاده نمودم. جمع‌آوری این اطلاعات برای من سالها طول کشید و طولانی‌تر از آن خلاصه کردن این مطالب بود. هر فصل خیلی کوتاه است، اما بسیار هوشمندانه طراحی شده و به نکته‌های مهم اشاره دارد. به همین خاطر برای استفاده از هر فصل زمان کمی نیاز می باشد و به انتخاب خودتان می توانید کل کتاب را تنها در عرض چند ساعت بخوانید. با بروز تغییرات مثبت متعجب خواهید شد. لوح فشرده برنامه‌ریزی ذهن را برای هفته‌ها استفاده کنید تا سطوح جدید اعتماد به نفس و انگیزه را در خود حس کنید. 3. من در تمام مراحل با شما همراه خواهم بود. هنگامی که نگرش شما در مورد خود و زندگیتان مطمئن‌تر و حاکی از اعتماد به نفس بیشتر شود، تصور و نوع برخورد انسان‌های اطرافتان هم با شما عوض خواهد شد.
بعضی اوقات شما افزایش انرژی مثبتی را که از خود ساطع می‌کنید متوجه می‌شوید. حتی در سایر مواقع مردم در مورد شما اظهار نظر می‌کنند که چقدر شما راحت‌تر، خوشحال‌تر و با اعتماد به نفس‌تر شده‌اید و متفاوت‌تر از قبل به نظر می‌رسید. سفر مشترک ما با خواندن این کتاب تمام نمی‌شود. هر روز به لوح فشرده گوش بسپارید. به بخش‌های تمرینی مختلف کتاب مراجعه کنید. با این کار اعتماد به نفس شما تقویت می‌یابد و زندگیتان هر روز بهتر خواهد شد. شما می‌خواهید چه کسی بشوید؟ شاید بهترین قاعده‌ای که در این کتاب یاد می‌گیرید قاعده ذیل باشد. تبدیل به آن چیزی خواهید شد که برای رسیدن به آن تمرین کرده‌اید. بسیاری از افراد زندگی خود را متوقف می‌کنند تا به آن چیزی که می‌خواهند تبدیل شوند. بنابراین آنها اولین قدم را برای شکست دادن خود برمی‌دارند. آنها در این کار ماهر می‌شوند و سپس شکست واضح خود را اینطور توجیه می‌کنند که در سر راه آنها مشکلی وجود دارد. با این همه هیچ چیز نمی‌تواند دور از حقیقت باشد. دلیل شکست آدم‌ها این نیست که مشکلی برای آنها وجود دارد، بلکه این است که شکست و ناکامی بخشی از فرایند موفقیت است. برای انسان‌های بسیار موفق، شکست به معنای زمانی که باید دور انداخته شود نیست، بلکه به معنی برگشتن به عقب و درس گرفتن از آن شکست هاست. آنها به این فکر می‌کنند که برای به دست آوردن موفقیت باید بیش از گذشته آماده شوند. مل گیبسون شکست را هزینه آموزش و تحصیل می‌نامد. قیمتی که شما می‌پردازید برای زندگی که می‌خواهید داشته باشید. اشتباهات و شکست‌ها سنگ‌هایی هستند که در طی سفر برای دستیابی به موفقیت پیش پای شما می‌افتند، اما ترس از آنها نباید مانع شود که هرگز کاری را شروع نکنید. چینی‌ها می‌گویند پیمودن هزاران مایل تنها با یک قدم شروع می‌شود و اولین قدم شما لحظه‌ای است که این صفحه را ورق بزنید. اما بخش اول این کتاب با عنوان عادت به اعتماد به نفس داشتن را رشد دهیم شروع میشه. خود را برای موفق بودن آماده کنید. اعتماد به نفس واقعی. با خود اینطور کنار نیایید که توانایی شما همین مقداری است که به دست آوردید. شما قبلا میدانستید چه کار باید بکنید. ما دقیقاً همان چیزی هستیم که مکرراً انجام میدهیم. بنابراین ممتاز بودن یک نمایش نیست، بلکه یک عادت است. ارتعاش موفقیت. در یک سطح انرژی هیچ انرژی رد و بدل نمی شود. فقط انرژی حول خودش حرکت می کند. اینجا چند راهکار عملی گفته که ما در پایان هر فصل براتون میخونم. تقویت کننده تدریجی اعتماد به نفس. قبل از اینکه این تمرین را برای اولین بار انجام دهید با دقت بخوانید. 1. خود را با اندکی اعتماد به نفس بیشتر تصور کنید که در جلوی شما نشسته یا ایستاده است. 2. حالا میخواهم که وارد این خود شوید. از چشمهای او ببینید و از گوشهای او بشنوید و احساس اعتماد به نفس بیشتر این خود را حس کنید. متوجه باشید شخصی که در مقابل شما ایستاده یا نشسته است از شما با اعتماد به نفس تر است. این شخص کمی قد بلندتر است و خودباوری بیشتری در چشمهایش موج میزند که نشأت گرفته از یک شخصیت گیرا و جذاب. 3. داخل این خود صاحب اعتماد به نفس شوید. توجه کنید که این خود اعتماد به نفسش از شما بیشتر و دارای شور و حرارت افزونتر، قدرت بیشتر و راحتتر است و آسودگی و آرامش بیشتری دارد. 4. مرحله سوم را تکرار کنید. وارد خود با اعتماد به نفس بیشتر شوید تا جایی که سرشار از اعتماد به نفس شوید. به عملکرد بدن خود توجه کنید. چطور تنفس می‌کنید؟ حتی به حالت چهرهتان و درخشش چشم‌های خود دقت کنید. این تمام کاری بود که شما نیاز دارید انجام دهید.
فصل دوم. چه چیزی اعتماد به نفس نیست؟ حرکت به سوی اعتماد به نفس. خودتان باشید. همه قبلا از منافع آن بهره مند شدند. من هنوز احساس می کنم که دنبال اثبات چیزی هستم. بسیاری از مردم امیدوارند که من شکست بخورم، اما من این موضوع را دوست دارم. من نیاز دارم تا مورد نفرت واقع شوم. راهکارهای عملی که این فصل گفته میگه قدرت واقعی خود را بیرون بکشید. برای چند لحظه توقف کنید و تصور کنید زندگی شما واقعاً چگونه خواهد شد اگر با خودتان اینقدر جدی و سختگیر به صورتی که اکنون هستید نبود. حالت و وضعیت شما چگونه بود؟ بدن خود را طوری قرار دهید که انگار به همان حالت نشسته‌اید. حالتی که احساس می‌کنید اعتماد به نفس واقعی دارید و با محیط متناسب و سازگار هستید. احساس اعتماد به نفس، قدرت و آسایش را در پشت چشم‌هایتان احساس کنید. صدای شما چه تونی خواهد داشت؟ چه نوع افکاری راجع به خودتان و چه موفقیت‌هایی خواهید داشت؟ چه چیزهایی به خود خواهید گفت؟ فصل سوم. ذهن خارق‌العاده شما. فوتوفن‌های ذهن. کسانی که نمی‌توانند ذهن خود را تغییر دهند، نمی‌توانند هیچ چیز دیگر را تغییر دهند. نیروی حیرت‌آور عادت. در ابتدا ما عادت‌ها را می‌سازیم، آنگاه عادت‌ها ما را می‌سازند. مغز از انبوهی از راه‌های عصبی تشکیل شده است و هر عمل ما ارتباطات جدیدی در مغز ما به وجود می‌آورد. هرگاه ما یک عمل را تکرار کنیم، این راه عصبی به خصوص پهن‌تر می‌شود. درست مثل ماهیچه که هر چقدر بیشتر کار کند بزرگتر می‌شود. بدین صورت عادت شکل می‌گیرد. بهترین راه برای سرعت بخشیدن به برنامه‌ریزی یک رفتار جدید در ذهن ناخودآگاه تصویرسازی است. لوح فشرده برنامه‌ریزی ذهن که ضمیمه این کتاب است به شما کمک می‌کند که موفقیت را بارها و بارها تمرین کنید. درست مثل ورزشکارانی که پیروزی را بارها و بارها در ذهن خود تمرین می‌کنند تا موفقیت خود را تضمین کنند. فصل چهارم. قدرت گفتگوی مثبت با خود. هیپنوتیزم در ذهن شما. رهایی و آزادی یک حالت و وضعیت ذهن است و بهترین راه در امان نگه داشتن آن پرورش آن است. آن سوی تایید خویشتن یا خود را باور داشتن این است: لغات خوب ارزش زیاد و هزینه کمی دارند. راهکار عملی. برنامه‌ریزی ذهن شما برای به دست آوردن اعتماد به نفس و موفقیت. قبل از انجام این تمرین برای اولین بار آن را بخوانید. 1. محل صدای درونی خود را مشخص کنید. فقط از خود بپرسید که صدای درون من از کجا می آید و به مکان و محلی که صدا را می شنوید اشاره کنید. 2. حال دوست دارم که شما تصور کنید که صدای شما چگونه است. آیا با اعتماد به نفس است؟ آیا بلندتر یا نرمتر از معمول است؟ آیا به طور واضح و روشن قابل شنیدن است؟ قوی یا ضعیف؟ آیا به سرعت صحبت می کنید یا آهسته؟ همه صداهای مثبت و با اعتماد به نفسی را که می شنوید در مکانی قرار دهید که صدای قوی و درونی شما قرار دارد. 3. چند لحظه در مورد تلقین‌های منفی که به طور عادت در گذشته به خود می گفتید فکر کنید. نظیر من به اندازه کافی اعتماد به نفس ندارم. من مطالبم را خیلی بد ارائه می کنم. من هیچ وقت کسی را که عاشقم باشد پیدا نخواهم کرد. 4. برای هر جمله بالا جمله متضاد مثبت را بیان کنید. من ذاتاً و فطرتاً دارای اعتماد به نفس هستم.
من مطالبم را بسیار خوب ارائه می دهم. من یک آدم فوق‌العاده دوست داشتنی هستم. 5. نهایتاً من از شما می خواهم تا نقطه نظرات مثبت را با صدای درونی جدید که حاکی از اعتماد به نفس است به خود بگویید. فصل 5. فیلم های ذهن شما. توانایی طبیعی. من هیچ وقت نمیتوانم به هدف بزنم، حتی در تمرین، مگر اینکه تمرکز دقیقی در ذهن خود بر روی آن داشته باشم. بین گوش‌های شما چه می‌گذرد؟ انسان تحت تأثیر قدرت تخیل مسابقه می‌دهد. انسان تحت تأثیر قدرت تخیل مسابقه می‌دهد. این جمله رو ناپل اون گفته. و راهکار عملی. جالبترین فیلم های موفقیت. این تمرین را قبل از اینکه انجام دهید چندین بار بخوانید. 1. میخواهم تصور کنید که در حال تماشای فیلمی هستید که در آن خود را موفق‌تر از حال میبینید. به تمام جزئیات دقت کنید. حالت چهره، وضعیت بدن و برقی که در چشمهایتان میدرخشد. 2. همانطور که این فیلم بر پرده روبروی شما نمایش داده می شود، لحظات بسیاری از موفقیت‌های گذشته و موفقیت‌های از آینده که هنوز اتفاق نیفتاده را خواهید دید. کمی عقب بنشینید و از این نمایش لذت ببرید. 3. وقتی که آماده هستید از شما می خواهم که از جای خود بلند شوید و وارد آن صحنه‌های موفقیت‌آمیز که در فیلم می‌بینید بشوید. از چشم آنها ببینید، از گوش آنها بشنوید و همان احساس موفقیت را داشته باشید. رنگ‌ها را روشن‌تر، صداها را بلندتر و احساسات را قوی‌تر کنید. 4. توجه کنید که احساس موفقیت را در کدام قسمت بدن خود قوی‌تر احساس می‌کنید. به آن یک رنگ بدهید. حال این رنگ را حرکت دهید تا بالای سرتان و آن را پایین بیاورید تا نوک انگشتان پای خود. درخشش آن را 2 برابر کنید و مجددا 2 برابر کنید. 5. حالا با همان احساس اعتماد به نفس و موفقیت به لحظه حال برگردید به طوری که احساس کنید همه چیز عالی و خیلی خوب پیش می‌رود. فصل 6. از بدن خود برای تغییر زندگیتان استفاده کنید. حالت بدن قهرمانان. هیچ چیز آشکارتر از حرکت و جنبش نیست. یک نمونه از قدرت. یک تکنیک کلیدی و خوب آن است که دستهای خود را به هم فشار دهید. پاها و شکم خود را صاف کنید و به مرکز شکم توجه کنید. اگر به مرکز شکم خود توجه کنید، در این صورت به راحتی و آزادانه حرکت می کنید. مرکز فیزیکی بدن شما ناف شماست. اگر ذهن خود را بر روی ناف خود متمرکز کنید، در این صورت در هر مسابقه زورآزمایی برنده خواهید شد. اما راهکار عملی. یک نکته. این تمرین را قبل از انجام دادن با دقت بخوانید. یک نکته برای تسریع در تمرین. خیلی مناسب خواهد بود اگر شما این تمرین را به همراهی فرد دیگری انجام دهید. اما اگر کسی را ندارید که به شما کمک کند، آن را به تنهایی انجام دهید. 1. بایستید و توجه خود را بر روی این نقطه معطوف کنید. 1 اینچ پایین‌تر از ناف و دقیقاً بین ناف و ستون فقرات. اینجا نقطه است که ژاپنی‌ها آن را به نام هارا می‌شناسند و اعتقاد دارند این نقطه مرکز فیزیکی بدن شما برای ذخیره‌سازی کی و چی یا نیروی زندگی است. اگر اشتباه نکرده باشم این نقطه در اطراف معده شماست. شما ممکن است دوست داشته باشید یک منبع انرژی را تصور کنید که از یک نقطه ساطع می شود. 2. حال به وضعیتی در زندگی خود فکر کنید که در آن موقعیت نگران بوده اید و یا افسرده شده اید.
نیاز نیست که حتما یک موقعیت بسیار نگران کننده باشد، بلکه یک نگرانی یا افسردگی کوچک هم کافی است. اگر شخصی را دارید که این تمرین را به همراهی او انجام دهید، از او بخواهید که به شانه‌هایتان فشار وارد کند. شما خیلی به راحتی از حالت تعادل خارج خواهید شد. 3. به فکر کردن در مورد آن وضعیت ادامه بدهید و به سطح ناراحتی خود از 1 در حالت آرامش تا 10 حالت انفجار شماره دهید. 4. حالت توجه خود را به آن نقطه معطوف کنید. دست خود را روی آن ناحیه از شکم قرار دهید تا به هدایت ذهن شما کمک کند. اگر شخصی را برای همراهی دارید، از او بخواهید که به شانه‌هایتان فشار وارد کند. حال شما خواهید فهمید که برای دیگران خارج کردن شما از حالت تعادل کار بسیار مشکلی خواهد بود. 5. نهایتاً توجه خود را به آن نقطه معطوف کنید و باز به آن وضعیت ناراحت کننده فکر کنید و از آن حالت و موقعیت ناراحت کننده با شمارش معکوس از 10 تا 1 خارج شوید و مجددا از آن شخص همراه بخواهید که باز به شانه‌هایتان فشار وارد کند، در حالی که مطمئن هستید که به آن نقطه تمرکز دارید. 6. شما حتی می توانید با تمرکز بر روی این نقطه برای عملکرد بهتر ذهنتان استفاده کنید. هنگامی که عملاً در یک موقعیت ناراحت کننده قرار می گیرید، می توانید با تمرکز به این نقطه در حالت آرامش قرار بگیرید و از شدت ناراحتی خود در آن وضعیت بکاهید. فصل 7. هوش هیجانی. چرا ما احساس می‌کنیم که چیزی را حس کرده ایم؟ ما حیوانات وحشی را رام کردیم و مدارس را رونق بخشیدیم، اما هنوز باید خودمان را رام کنیم. EQ خود را افزایش دهید. خوشحالی از رشد یک انسان در جهان کنونی شامل نادیده گرفتن هیجانات نیست، بلکه یاد گرفتن این است که چگونه این هیجانات را هدایت کنید. از احساس خود درس بیاموزید. هیچ دانشی بدون احساس وجود ندارد. راهکار عملی: دانش و خرد هیجانی. این تمرین را قبل از انجام دادن با دقت بخوانید. 1. احساسی که باعث ناراحتی شما شده است را مشخص کنید. در مورد اینکه چرا چنین احساسی دارید فکر کنید. خود را از این احساس منحرف نکنید. فقط بر روی احساس تمرکز کنید. در کدام قسمت از بدن خود این احساس بد را دارید؟ آیا در زمانهای در وضعیت‌های به خصوصی یا بر اثر ملاقات اشخاصی این احساس ناراحتی در شما به وجود آمد؟ 2. از خودتان سوال کنید که این احساس پیرامون چیست؟ چه پیغامی برای شما دارد؟ اگر مطمئن نیستید بهتر از حدس بزنید. هر چیزی که حدس میزنید به طور حد از خود شهودی شماست. 3. به ذهن ناخودآگاه خود اجازه دهید متوجه بشود پیغامی را که دریافت کرده اید، حال هر پیغامی که باشد. اگر باید عملی را انجام دهید به خود قول دهید که آن را هر چه زودتر انجام دهید. ایدئال آن ظرف 24 ساعت آینده است. 4. شما خواهید فهمید که به طرز صحیحی احساس را مشخص کرده اید و پیغام آن این است که وقتی احساس ناراحتی شروع می شود، آن احساس را به پشت سر خود ببرید. در این صورت حس اعتماد به نفس و احساس خوب به پیش روی شما می آید. خب دوستان عزیزم، به دلیل کمبود وقت ما همینقدر از این کتاب رو تونستیم با هم دیگه مرور کنیم. امیدوارم خیلی خوشتون اومده باشه. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.